اعلیحضرت معظم همایونی به روز اول سنبله برای افتتاح مراسم 51مین سالگرد آزادی وطن تشریف فرمای چمن حضوری شدند. ذات ملوکانه رسم سلام قطعات اردوی شاهی افغانستان را در چمن حضوری قبول فرمودند و اعلیحضرت مارشال شاه ولی خان قاضی فاتح کابل شرف حمایتی. اعلیحضرت همایونی با ارشادات قیمتدار شاهانه ضمن تماس با وجایبی که در پرتو آزادی برای اطلاع وطن متوجه نسل‌های امروز و فردای کشور است، مراسم جشن را افتتاح فرمودند. با گذشتن قماندان گارنیزون مرکز دگروال ارکان حرب و اعلیحضرت سردار عبدالولی از برابر لوژ شاهی آغاز گردید. اعلیحضرتین و اعضای خاندان جلیل سلطنت در لوژ تشریف دارند. هلیکوپترها شعارهای آزادی پخش می‌کنند. اردوی قوی و مجهز افغان ضامن حفظ وطن و نگهبان آزادی است که با مجاهدات قهرمانانه نیاکان آزادانه شما به دست آمده است. قطعات فرقه مکانیزه در حالی که با عصری‌ترین وسایل عصری مجهز می باشند، یکی بعد دیگر از مقابل لوژ شاهانه عبور نموده و مراسم احترام خویش را به حضور پادشاه معظم ما حامی استقلال کشور تقدیم می نمایند. قوای راکتی اردوی شاهانه که قطعات آن به حال تعظیم از برابر لوژ سلطنتی عبور کردند، شور و هیجان خاصی داشت. طیارات جت آخرین سیستم قوای مجهز هوایی اردوی شاهانه را در این جشن تمثیل نمودند. افغانستان از ممالک صلح‌دوست جهان است، ولی در تمام طول تاریخ وظایف سنگین خویش را برای حفظ تمامیت خاک وطن فراموش نکرده و با داشتن یک اردوی مجهز و فعال در هر لحظه آماده دفاع از آزادی این مرزبون پاک و مقدس می باشد. و ورزشکاران معارف و محصلین پوهنتون به روز دوم سنبله با احساسات شادوستی رسم احترام را به حضور اعلیحضرت معظم همایونی و اولیاءحضرت ملکه معظمه در غازی استادیوم به جا آوردند و با عبور دادن پرچم‌های ورزشی و اجرای رسم گذشت در حال که شعارهای زنده باد شاه، آینده باد همراه با اعلیحضرتین و اعلیحضرات شاهزادگان گرامی و برخی از اعضای خاندان جلیل سلطنت در لوژ تشریف داشتند. دسته موزیک دکترا و گروه‌های اکروباتیکی که به تعقیب آن از برابر لوژ سلطنتی در حال اجرای عملیات ورزشی عبور کردند، ممثل انکشاف و پیشرفت اسپورت در کشور به شمار می‌روند. منظره چراغان در مردم پایتخت و ولایات کشور شام روز سوم جشن استقلال منظره جالب و زیبای آتشبازی را در چمن حضوری تماشا کرد. در میدان پشتونستان، جایی که با برافراشته شدن بیرق پشتونستان مراسم این روز تاریخی افتتاح می شود. امسال جایگاه مجلل و خاص بنا یافته است که بر فراز آن بیرق پشتونستان در اهتزاز است. والاحضرت شاهزاده احمد شاه، بعضی از اعضای خاندان جلیل سلطنت، شاغل صدر اعظم، قاضی القضات، رئیس ولسی جرگه و مامورین عالی‌رتبه در این مراسم اشتراک نمودند. شاغل نورستانی، شاروال سرپرست کابل، ضمن بیانیه و تایید از حق تعیین سرنوشت مردم آن سامان، احساسات مردم افغانستان را نسبت به برادران پشتونستانی ابراز نمود و در اخیر بیرق پشتونستان با نثار گل برافراشته شد. جمعیت بزرگ مردم پایتخت و پشتونستانی‌های مقیم کابل در حالی که موتر حامل خان عبدالغفار خان، خان عبدالصمد خان اچکزی و خان محمد ایوب خان اچکزی در جلوی آنها قرار داشت، در بین نعره‌های زنده باد پشتونستان و پاینده باد دوستی افغانستان و پشتونستان به طرف غازی استادیوم رهسپار گردید. خان عبدالغفار خان زعیم پشتونستان طی بیانیه خویش در غازی استادیوم تاریخچه مبارزات مردم پشتونستان را برای حق تعیین سرنوشت به تفصیل شرح داده. هتل انترکانتیننتال که از مجلل‌ترین هتل‌های پایتخت است، به روز 18 سنبله توسط شاغل نوراحمد اعتمادی صدر اعظم افتتاح کرد. این هتل دارای تمام مزایای یک مهمانخانه اصلی بوده، با سرویس منظم و شرایط مساعد از مهمانان خویش پذیرایی می‌نماید و عنعنه مهمان نوازی ما را به وجه احسن تفصیل می‌نماید.